امروز تحت ریاست سروزیر جمهوری تاجیکستان رئیس ستاد جمهوری اوید به پیشگیری از پهنشوی بیماری کرونا ویروس کووید 19 قاهی رسولزاده جلسه نوبتی ستاد جمهوری اوید به پیشگیری از پهنشوی بیماری کرونا ویروس کووید 19 برگزار گردید. در جلسه با قرار ستاد جمهوری جهت حفظ سالمی جامعه و بخطری اهالی مخصوصاً کودکان و نورسان در مؤسسه‌های تا مکتبی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی و مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی شروع از روز 27 اپریل تا 10 می سال 2020 موقتاً تعطیل اعلام کرده شد. همچنین طبق قرار ستاد جمهوری اوید به پیشگیری از پهنشوی بیماری کرونا ویروس کووید 19 با نظرداشت وضعیت مرکب اقتصادی و اجتماعی در جهان و با مقصد تحکیم امنیت آذوقه‌باری و تأمین بازار استعمالی مملکت با محصولات وطنی از تاریخ 25 اپریل سال 2020 موقتاً از حدود جمهوری به خارج کشور صادرات کردن همه گونه محصولات غله‌دانگی و لوبیاگی ها از قبیل ارد و گندم، شالی، برنج، نسک، نخود و ماش، تخم پرنده، کارتوشکا و همه نمود گوشت منع گردید. در اساس قرار ستاد جمهوری اوید به پیشگیری از پهنشوی بیماری کرونا ویروس کووید 19 همچنین در تمام قلمرو مملکت موقتا تشکیل و گذرانیدن همه گونه چاره‌بینی‌های عمومی از قبیل مشورت و همایش‌ها، چاره‌بینی‌های ورزشی، نمایش‌های کینو و تئاتر منع کرده شد. ادامه اخبار. تدبیرهای بی‌ضررگردانی و بهداشتی منتظم از جانب شهرداری در کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های تعلیمی، ساختارهای شهری، بازارها، گذرگاه‌ها و راهروها، ایستگاه‌های نقلیاتی، مرکزهای خدمت‌رسانی، نقطه‌های فروش سوزشواری، میدانچه‌های بازی کودکان و در مجموع جای‌های جمع‌شوی آدمان تشکیل و برگزار کرده می‌شود. تدبیرهای پیشگیری از پهنشوی بیماری‌های سرایتی در قلمرو جمهوری تاجیکستان پیوسته پرزور گردیده در همه گذرگاه‌های سرحدی، ایستگاه راه آهن و فرودگاه‌های مملکت چاره‌های قطعی پیشگیری کننده همه گونه بیماری‌های سرایتی اندیشیده می‌شود. راهبریت وزارت کارهای داخلی با مقصد پیشگیری و خطر از احتمالات این بیماری در کارگاه دوزندگی ریاست تأمینات مادی، تکنیکی و نظامی زیرتابع خود استحصال نقاب‌های محافظتی را از متاع پخته وطنی به راه مانده، تنها در یک ماه اخیر با زحمت 70 نفر چهوران کارگاه دوزندگی 76900 عدد نقاب‌های طبی استحصال کرده شده با جزء تام‌های وزارت کارهای داخلی و به موضع‌های کرانتینی که برای شهروندان از خارج کشور به وطن آمده معین کرده شده است رایگان تقسیم کرده ایستادند. علاوه بر این در ترکیب شعبه مخصوصی کرانتینی ملیته وزارت کارهای داخلی دسته تمیزکنی دزاتریت تشکیل کرده شده است که در جزء تام‌های مقامات کارهای داخلی و جای‌های جمعیتی، خیابان و گلگشت، باغ و میدان‌های پایتخت از محلول گپخلور دیناتری کار کرد شده چاره‌بینی‌های بی‌ضررگردانی دایر کرده ایستادند با مقصد خللدار نکردن استراحت، سیر و گشت و فراغت شهروندان. چنین چاره‌بینی‌های بی‌ضررگردانی شبانگاه در موضع گلباغ نوروزگاه شهر دوشنبه گذرانیده شد. دسته تمیزکنی دزاتریت شعبه مخصوصی کرانتینی ملیته وزارت کارهای داخلی با автомاشین، دستگاه واسطه‌های خاص، لباس، دستپوش‌ها، نقاب‌های مخصوصی ضد کیمیایی تامین بوده برای بی‌ضررگردانی محیط اطراف از ویروس محلول‌های کیمیایی گن، نیاتسیدول، راتسیدول، آلمادز، فرمالین، پارافرم و غیره را استفاده می‌برند. بخصوص آن موضوعی که در حدود محل و شهرک‌ها برای پرتوگاه جدا گردیدند، اطراف پرتوگاه‌ها نیز برای بخطری ساکنان از هر گونه تهدیدهای سرایت یابی با استفاده از محلول‌های کیمیایی در حدود ناحیه‌های فردوسی و سینای شهر دوشنبه از طرف دسته تمیزکنی دزاتریت شعبه مخصوصی کرانتینی ملیته وزارت کارهای داخلی چاره‌بینی بی‌ضررگردانی دایر کرده شد. چنین چاره‌بینی‌های کیمیایی ضد ویروس در دیگر ولایت و شهر و ناحیه‌های مملکت برای مبتلا نگردیدن شهروندان به بیماری‌های سرایتی گذرانیده می‌شود. کوشش و زحمت‌های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نیز به آن روانه گشته ایستاده است تا سلامتی شهروندان از همه گونه بیماری‌ها حفظ کرده شود.